5 تا کتاب ممنوعه که نه باید اطلاعاتی ازش داشته باشی، نه باید بخونیش، نه باید دنبالش بگردی. این 5 تا کتاب چی هست؟ بیا تا آخر ویدیو. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یه ویدیو خفن دیگه که توی این چنل کلی از ویدیوهای باحال، چالش، فکت، تئوری داریم که توی این ویدیو قراره 5 تا کتاب بهتون معرفی کنم که ممنوع شدن. حالا تا اونجا که اطلاعات دارم دلایلش هم بهتون میگم. میدونم خیلی این چیزا واسهتون جالبه، این کتاب‌های ممنوعه چی بوده، چرا اصلا انتشارش ممنوع شد، راجع به چی بوده، اسماش چیه، بعدش شاید برید توی اینترنت دنبالشون بگردید و. اول از همه که ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب چنل یادتون نره. داریم از صفر دوباره پرقدرت شروع میکنیم، نیاز به حمایتاتون داریم. این ویدیو خیلی باحاله، یعنی گفتم این 5 تا کتاب خودم وقتی اسمشون رو شنیدم رفتم تحقیق کردم، فهمیدم که چرا باید جلوی انتشارش گرفته میشه. واقعا حق داشتن و اصلا نمیدونم چجوری همون اولش هم اجازه انتشار به این کتابا رو دادن. این کتابا 5 تایی که معرفی میکنم اصلا ایرانی نیستن بچه‌ها، یعنی هیچ کدومش نویسندش ایرانی نیست ولی ایرانی ها خیلی بیشتر از کسایی که خارج از کشور دنبال این کتابا هستن. حالا نکته جالبش همینجاست. و پس اگه ویدیو رو لایک کردید، یه کامنت گذاشتید، زنگوله هم زدید، بریم سراغ معرفی اولین کتاب خفنم. بچه اون کتابایی که حالا بهتون معرفی میکنم میاد روی صفحه، منم اینجا میبینم که حالا با هم دونه دونه بررسیشون کنیم و تا جایی که من اطلاعات داشته باشم، نه بیشتر نه کمتر، بهتون میگم چرا انتشارش متوقف شد. بریم سراغ اولین کتاب. خب اولین کتاب اسمش با این شروع کنیم. خب نکرونومیکون، حالا اسمش حالا شاید تلفظش رو اشتباه بگم، میاد روی صفحه شما با من میبینید. نکرونومیکون، پیشگویی آینده، راه رسیدن به جاودانگی اجرای طلسم. این کتابی بود تا اونجا که حالا یه تحقیق کوچولو انجام دادم، اینکه چجوری افراد بتونن طلسم کنن افراد دیگر، چجوری آینده رو پیش بینی کنن و بیشترین دلیلش به خاطر این بخش اجرای طلسمش بود که دلیل توقیف این کتاب بودش. راههایی میداد که چجوری افراد رو طلسم کنیم. خیلی هم حالا ما میشنویم راجع به طلسم و افرادهای مختلف و یکی از دلایل اصلیش همین بود. حالا آینده هم یه جوری پیشگویی میکرد دیگه، میگم اگه مثلا این اتفاق تو زندگیتون افتاده شما به این درجه میرسید، اگه تا حالا این اتفاق افتاده شما در آینده قراره این کاره بشید. مثلا تو این مایا که بعضیاش درست در میومد، به خاطر همین باعث ترس شده بود و اومدن جلوی انتشار و توقیف این کتاب رو گرفتن. بریم سراغ کتاب بعدی. ویدیو رو لایک کردی که چنل هم حتما ساب کنید و قرار فیلم، سریال، کلی چالش های خفن ترسناک با هم بذاریم که بتسلیم. بریم بعدیش ببینیم چی بودش. خب هونو ریبس، حالا بازم شاید اشتباه بگم ولی تا تلفظی که شنیدم این بوده، هونو ریبس. آزادسازی جهان مردگان، کشف گنجینه‌های بزرگ. این کتاب راجع به چی بوده؟ ارتباط با عالم غیب، یعنی چجوری حالا روح احضار کنیم، مردگان رو احضار کنیم و خیلی این کتاب سر و صدا به پا کرد. خیلی افراد داشتن به خودشون آسیب میزدن که حالا این کارهایی که تو این کتاب گفته بود رو انجام میدادن، ولی بعدش داستانا داشتن دیگه. حالا اون احضار اتفاق میافتاد و دیگه چجوری بهتون بگم، نمیشد جداشون کرد، یعنی اون احضار دیگه باهاشون میبود، داشت به کودکان آسیب میزد و خیلی این کتاب وقتی که ایجاد شد دردسرساز شد و جزء کتابایی بود که خیلی زود توقیف شدش. و اسمش هم چی بود؟ هونو ریبس، آزادسازی جهان مردگان، کشف گنجینه‌های بزرگ. کتابی بود که خیلی سر و صدا به پا کرد. لایک کن که بریم سراغ کتاب بعدی.
پاپیروس، دست یافتن به دیگر بعدها، رهایی ارواح تسخیر شد. اینم دقیقا مثل کتاب قبلیه و پاپیروس، دست یافتن به دیگر بعدها یعنی بعدهای مختلف انسان و رهایی ارواح تسخیر شده دیگه، همون احضار روح این داستانا بود که این کتابم با کتاب هونو ریوس یکی بود موضوعش، اما پاپیروس خیلی جنجالی تر بودش و چون کتابش بود که راهکارهای ساده داده بود برای رهایی ارواح تسخیر شده و اینم جزو کتابایی بود که سریع جلوشو گرفتن و نذاشتن که ادامه پیدا کنه. پاپیروس. کتاب بعدی چی بود؟ بیاد اینجا برامون. آرباتل، دستیابی به قدرت کائنات. این کتاب حالا تا اونجایی که من یه اطلاعات خیلی کوچیکی دارم، دستیابی به قدرت کائنات بود. این کتابو چیز بدی من ازش، یعنی اون چیزی که تو اینترنت بود چیز بدی نبود، دستیابی به قدرت کائنات بودش و چجوری که اصلا کائنات چیکار کنه کائنات به نفع عمل کنه، چیکار اگه این کارا کنه کائنات به ضررت باشه. حالا شاید تو اینترنت نمیتونستن اون مطالب رو بذارن یا چون کتابای قدیمیه اطلاعات دقیقی نداشتن، اما تو اینترنت چیزای بدی راجع به این کتاب نبود، فقط برای این بود که چجوری به قدرت کائنات پی ببری، چیکار کنی کائنات به نفع تو باشه که تو این کتابا هستش، اگه این کارا رو انجام بدی کائنات به ضرر توه. من تا اینجا شمیدم، حالا شاید هم کلی چیزای بد داشته که حالا تو اینترنت چون حالا کتابش خیلی قدیمی بوده نذاشتم. و اینم بود کتاب آرباتل. یه کتاب دیگه مونه، خیلی کتاب خفنی، ولی چنل لایک کردی؟ سابسکرایب داری؟ خدای دلت میاد این ویدیو رو لایک نکنی یا نه؟ لایک کن، ساب کن و بریم سراغ آخرین کتاب بعد آرباتل. آبراملین، طلسم عشق، احضار فرشتگان و شیاطین. این کتاب دو تا موضوع رو بررسی میکرد. یکی طلسم عشق بود، خیلی ها شنیدین میگن عشقشون رو طلسم کردن، دعا گذاشتن، مثلا توی کاغذ میذارن، مثلا تو نمیدونم لباس عشقشون که وابسته شون نگه دارن. توی کتاب راجع به این طلسم که چجوری این کار رو انجام بدید، چیا توی اون طلسم بنویسی روی اون کاغذ بود و همینطور مثل کتابای قبلی احضار فرشتگان و شیاطین. دو تا موضوع توی این کتاب مطرح بود که یکی از جنجالی ترین کتابایی بود که تو اون موقع انتشار یافته بود. طلسم عشق، احضار فرشتگان و شیاطین. گفتم دو تا موضوع توی این کتاب بستگی مطرح شده بود. کتاب آبراملین که یکی این که چجوری دیگران رو طلسم کنی. حالا اصلی ترین موضوعی که بررسی کرده بود طلسم عشق بود، اینکه مثلا چجوری دعا نویسی کنی و چجوری فرشتگان و شیاطین رو احضار کنی، همون احضار روح. و این کتابم خیلی جنجال به پا کرده بود چون تو اون زمان گذشته خیلی ها دنبال این بودن که حالا پادشاه ها رو طلسم کنن، بیاد یکی از دخترای روستا رو بگیره و بخاطر همین خیلی جنجال به پا کرده بود و جلوی این کتاب هم گرفته شد. این بود توی این ویدیو 5 تا از کتابای ممنوعه. اگه خوشتون اومد بازم این کتابای ممنوعه حتی نسخه ایرانیشو بهتون معرفی میکنم، 5 تا فیلم ممنوعه شاید بهتون معرفی کنم. تازه داریم شروع میکنیم فعالیتو. دوست دارم ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین و سابسکرایب چنل هم یادتون نره، زنگوله هم بزنین که کلی ویدیو خفن تو رو. عاشق همتونم. تا ویدیو بعدی، فعلا.